كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت. در این برنامه در ادامه برنامه‌های گذشته درباره روز قیامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. روزی که در اون انسان‌ها به چند گروه تقسیم خواهند شد. عده‌ای که در اون روز بیشتر از هر روز دیگری و بیشتر از دیگران مورد سختی و رنج و مشقت قرار می‌گیرند، کسانی هستند که قبل از اون در قبر هم وضعیت بهتری نداشتند و بعد از اون هم تازه ابتدای مسیر عذاب و شکنجه رو آغاز خواهند کرد. این عده که الله تعالی من و شما رو نجات بده و از اونها نگرداند جهنمیان هستند، کسانی هستند که آتش جهنم بر اونها واجب گشته و به جهنم داخل خواهند شد. به همراه کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در این باب بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب مولانا خوش آمدید. خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا، کسانی که در صحرای محشر اهل جهنم خواهند بود و حکم به جهنمی بودن اونها صادر میشه در صحرای محشر، این عده در اون حالت، در اون وضعیت چه حالتی دارند و چه برخوردی با هم دیگه خواهند داشت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الآية. صدق الله العظیم. در صحرای محشر، طوری که در برنامه‌های گذشته اشاره شد، آیات زیادی که خصوصاً آیه مبارکی که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید اليوم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. در صحرای محشر همه اون دوستی هایی که در دنیا وجهه خدایی نداشت، همه اونها به دشمنی تبدیل میشه. چقدر بین آمر و مأمور محبته، چقدر بین خلاصه اشخاص بزرگی که در دنیا دیده میشه که اونها ارتش دارن، ردرو دارن و افراد دارن که تحت امر اونهاست، ولی رؤسای اونها و امیرای اونها را به بیراهه میکشانن و فریب حرفهای همدیگر را خلاصه در دنیا خوردن. الله سبحانه و تعالی در سوره شعراء آیه 96 آیه 101 میفرمایه قالوا وهم فیها یختصمون. آنهایی که در دنیا دنبال همدیگر می رفتن، با همدیگر محبت داشتن، به کشمکش می پردازن. یعنی حتی میتونیم اشخاصی که امروزه در دنیا دیده میشه
که فریب انسان‌های خوردن که نمیتونیم همه مسائل پیر و مریدی رو مطرح کرد، یعنی اشخاصی که به لباس دین آمدن مردم را فریب میدن و از اونها بیعت میگیرن، در حقیقت به فرموده شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی که میگه از پیر و مریدشان چی میپرسی، دجال و خرند و عرش و کرسی. این اشخاص با او رؤسای خود، با او به اصطلاح کسانی که به دنبال اونها رفتن، شروع میکنن به کشمکش. امروز چقدر در دنیا پاپ هایی که افراد فریب داده به کلیساها کشانده، بالاخره رهبران مذهبی و دینی که مردم رو به بیراهه کشاندن، هدف اینا خدا نبوده. این افراد به صحرای محشر با رؤسا و بزرگان خود به کشمکش میپردازن و چی میگن؟ جالب اینجیه که مخاصمه عابدین و معبودین رو بیان میکنه. اشخاصی که رفتن بتر سجده کردن به عنوانی که تصویر فلانیه، به عنوانی که این مجسمه فلان بزرگه، به عنوانی با او بزرگ، خلاصه که در عالم ظاهر او بزرگ میدانن، با او به مخاصمه و مجادله و اینها میپردازن. و بعد مهم اینجیه که جالب اینجایه که همین مأموری که در دنیا فرمان از آمر گرفت بدونی که فرمان الله رو بگیره، اونجا چی میگه؟ تالله ان كنا لفی ضلال مبین. میگه والله قسم که به گمراهی آشکاری بودیم، ما گمراه بودیم دنبال فلانی میرفتیم، ما گمراه بودیم که همراه فلانی حرف میزدیم، ما گمراه بودیم که فریب حرفهای فلانی رو خوردیم، رفتیم او رو عبادت کردیم، رفتیم بالاخره او رو سجده کردیم، رفتیم از او کمک خواستیم، ما گمراه بودیم. اذ نسویکم برب العالمین، ما میگن سخت اشتباه کردیم که او رو برابر کردیم به پروردگار عالمین جهانیان. خلاصه به اشتباهات خود یکایک اینها در صحرای محشر پی میبرن و مخاصمه و مجادله میکنن با معبودان خود، با معبودان باطل. میفرماین و ما اضلنا الا المجرمون، و ما اضلنا، ما گمراه نکرد مگر این انسانهای بدبخت و شقی. یعنی چی؟ یعنی او آمیر و او رئیس و او بزرگی که مار به این راه کشاند، این انسان جز انسان مجرمی بیش نبوده. براستی هم امروز در دنیا شما ببینیم خیلی افراد فقط به قمنده یک نفر که میگه بکش میکشن، نگاه نمیکنن که این کشتنی که دستور میده آیا دستور شرع هست یا نیست، بزن میزنه. خیلی از انسانها در دنیا تابع امر و تابع فرمان شخص شدن بدون اینکه او رو مطالعه کنن، یا اینکه چی بسا اشخاص میدانن که رئیس اینا، آمر اینا به بیراهه هست، شخص گمراهی هست، شخصیه که اینها رو به گمراهی میکشانه. در اینجی میفرماین که الله سبحانه و تعالی و ما اضلنا الا المجرمون، از زبان اینها بیان میکنه خداوند که ما اضلنا، ما را گمراه نساخته مگر افراد مجرم، افراد بدبخت. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، امروز هیچ شفاعت کننده برای ما نیست، امروز هیچ دوست دلسوزی برای ما نیست. یعنی این معبودی که ما او را عبادت میکردیم امروز به درد ما نمیخوره، از او آمری که ما اطاعت میکردیم امروز به درد ما نمیخوره، از او رئیسی که ما را به بیراهه میکشاند، ما را به راه غلط دستور میداد امروز به درد ما نمیخوره. و مخاصمه، آیه در ابتدا میگه قالوا و هم فیها یختصمون، اینا با هم دیگر مخاصمه میکنن. در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی مخاصمه اتباع که به همراه رهبران هست میتونیم بگیم که پیروان شیطان، کسانی که فریب شیطان را خوردن، دنبال شیطان رفتن، دنبال اعمال شیطانی که الله سبحانه و تعالی او در قرآن
چقدر معرفی کرده، بیان کرده یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شما به راه شیطان نریم، جایی که شیطان قدم برداشته شما قدم بر نداریم، نریم به راه شیطان. خلاصه انه لکم عدو مبین، دشمن واضح و آشکارای شمانه. انسان هایی که فریب شیطان رو خوردن در صحرای محشر ایخان شیطان میگیرن، ایخان او رهبر خود را میگیرن، ایخان او کسی که اونها را به بیراه برده میگیرن. و بعد شیطان چی جواب میده؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق. شیطان میگه که خدا برای شما وعده کرده بود، وعده از او حق بود و رسید. و وعدتكم فاخلفتكم، ما برای شما وعده کرده بودم ولی وعده خلافی کردم به شما. من شما رو گفتم که شما خوشبخت میشین ولی ما وعده خلافم. فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. الله سبحانه و تعالی در این آیه چقدر بندگان خود متوجه میسازه که ای انسان ها شما فریب شیطان نخورید که شیطان از شما روزی بیزاری میجویه. شیطان برای اتباع و پیروان خود میگه که امروز من هیچ دلیلی ندارم، هیچ راهی ندارم و شما هم ندارید و امروز روزیه که مر ملامت نکنیم. ولوموا انفسکم، شما نفسهای خود را ملامت کنید. شما چرا آمدید؟ شما قرآن به شما نازل شد، انبیاء علیهم السلام آمدن، شما آیات زیادی از مسائل قیامت واقف کرد، آیات زیادی از حشر، از حساب، از کتاب، از میزان، از وضعیت اهل جهنم، از وضعیت اهل بهشت. همه این آیات شما میخواندید، تلاوت میکردید، همه اینها رو دیدید، معجزات رو دیدید. شما فقط مکه یک وسوسه کردم شما دنبال ما آمدید. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی. امروز ما به شما کمک کردن نمیتونم و شما به ما کمک کردن نمیتونید. ادامه خیلی جالبه که در ادامه آیه که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، شیطان در اینجی از اونها اظهار براءت میکنه. ما کان لی علیکم من سلطان، این کفرت بما اشرکتمونی. در آخر آیه میگه من اصلا بیزارم از او عملی که شما انجام دادین، از شما هم بیزارم، بریم دنبال کار خود، بریم. امروز من اگر میتونستم خودم نجات میدادم. ببینیم این کسی که در دنیا عمر خود دنبال شیطان رفته، دنبال پیرو شیطان رفته. حالا قرآن به ما یک شیطان به تصویر کشیده، اما اتباع شیطان، اشخاصی که مردم رو گمراه میکنن، مردم رو فریب میدن، مردم رو به بیراهه میبرن، مردم رو به شرک دعوت میکنن، مردم رو به از توحید و از او چشمه زلال محمدی صلی الله علیه و سلم دور میدارن. در قیامت اتباع اونها با اونها به مخاصمه میپردازه و اینها با همدیگر گفتگو میکنن و از همدیگر اظهار براءت و بیزاری میجوین. یعنی چقدر در دنیا اینها عاشق و معشوق بودن، چقدر در دنیا با همدیگر محبت داشتن که به فرمان او انسانها رو میکشت، به فرمان او بالاخره خیلی کارها و خیلی تحولات ایجاد میکرد، ولی امروز همدیگر نفرین میکنن. این مخاصمه و مجادله اتباع و همراه رهبران و مخاصمه عابدین و همراه معبودین. پس میشه این برداشت کرد جناب مولانا که یعنی هیچ کسی نباید دل خوش بکنه به یک نفر دیگر، که چون من پشت سر این هستم، الان خصوص کسانی که پشت پیرو کسانی هستند که اونا در راه مستقیم نیستن و کسانی که اونها در درجه دینی هم سطح اینها هستن، بلکه شاید حتی پایین‌تر از اینها هم باشن، و روز قیامت تمام این دوستی ها، تمام این فداکاری ها، تمام این رابطه محبت آمیزی که بین اینا در ظاهر هست همه تبدیل میشه به دشمنی و به کینه و به بغض. اصلا شما ببینیم ما نباید به طوری که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعین که 3 قرن خیر القرون گفته شده، برای همه کس مسلمان باید گمان نیک داشته باشه. اما چون انسان مسلمان که الله سبحانه و تعالی کتاب برای پیامبر فرستاد و پیامبر برای هدایت بشر فرستاد که لیلها کنهارها، شب او مثل روز روشنه. روز کو بجا خو که چقدر روشنه، شبی روشنه. انسان مؤمن و مسلمان که بیعت داره با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اگر یک شخص رو میبینیم
با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عامل به کتاب الله و سنت رسول الله هست، در کنار از او می نشینیم، از او استفاده می کنیم و بالاخره اما میمونه جریانی که در روایت هم داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و اینها بر این تاکید داشتن که شما با اشخاص اقتدا کنیم، با او سلفی که از دنیا رفتن. خیلی مهمه، با او سلفی که از دنیا رفتن. یعنی ما حال مطمئنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و این شخصیت هایی بودن که اینها برای همه اسوه هستن، اسوه حسنه هستن. بناهن در شرایط کنونی نباید ما کل اختیار و اقتدار خود بدیم به دست یک فردی که در زمان ما حیات داره و بگیم که من عقیده دارم با اون چیزی که تو عقیده داری، خدا مرا با عقیده تو از دنیا ببره. این اشتباه هست. عقیده از او در دل از اوست، ما چی خبر داریم که این صحیحه که الله سبحانه و تعالی ما با عقیده سیدنا ابوبکر صدیق ببره، با عقیده سیدنا عمر فاروق ببره، با سیدنا عثمان ذوالنورین و سیدنا علی مرتضی، با صحابه و با این بزرگان دین که الله سبحانه و تعالی از اینها اظهار رضایت کرده. پس در شرایط کنونی اولی او انسانهای مزخرف که خرافات از اونها واضح و آشکاره، او که با اونها مبارزه باید کرد. اما اشخاص و رجالی که مفسرینن، محدثینن، انسانهای اهل تقوایان و پرهیزگارن، در حضور اینها نشستن و از اینها استفاده کردن و احترام خاص داشتن، ولی این که کل اختیارات خود به دست یک شخص دادن که ما با تو بیعت میکنم که آنچه که تو دستور بدی من انجام میدم. نه، آنچه که تو دستور بدی که موافق شرع باشه علی الرأس و العین. اگر مخالف شرع بود هر کس میخوایی باشی، نمیپذیرم. شما ببینیم اطاعت از پدر و مادر واجبه، لازمه، ضروریه. اطاعت زن از شوهر واجبه، لازمه، ضروریه. اما در عرصه‌ای که پدر و مادر اولاد خود به گناه و معصیت سوق بدن، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شوهر وقتی که بخواه همسر خود را به بیراهه، به بی‌حجابی، به بدحجابی، به گناه و معصیت سوق بده، اطاعت از او واجب نیه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت. پس بناهن در شرایط کنونی وقتی ما یک نفر میخوایم برای خود اسوه و الگو قرار بدیم، پیش خود اول این معیار قرار بدیم که آنچه که ای به ما دستور میده یک مرتبه ما ایر مندازم به اوزان قرآن و حدیث. اگر حرف از این درست بود میپذیرم، اگر درست نبود او رد میکنه. غیر از مخاصمه بین پیروان و اتباع جناب در روز قیامت، چه صحنه‌هایی از اهل جهنم بیشتر مشهود است در روز قیامت؟ ارتباط به وضعیت اهل النار در جهنم، مثلا وضعیت مانعین زکات، کسانی که زکات نمیدن و خلاص سرمایه جمع میکنن، جمع آوری میکنن و از زکات اباه میورزن. مسلمان هستن، مسلمانن، نماز میخوانن، حج میرن، حتی مراسم احکامات دینی همه را اجرا میکنن، ولی مانع زکات دادن، زکات نمیدن کلا. در آیه الله سبحانه و تعالی این افراد رو بیان میکنه که در آیه 180 سوره آل عمران، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، اینها به وضعیت به حشر میآیند که او چیزی که بخل ورزیدن، یعنی زکات ندادن، مانع انفاق شدن، انفاق نکردن، او توخ کرده میشه در گردن اونها و اونها به صحرای محشر میرن. چی توخ کرده میشه؟ تفسیر این آیه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرمایند که انسانی که زکات نمیده میآید در صحرای محشر که در گردن او یک ماری هست و اون مار لبهای او میگزه و میگه انا کنزو و انا مالک، من گنجتونم که در دنیا مرا ضایع کردی به زکات ندادی، من مال تو هم که خلاصه زکات ندادی. به این طریق یکی از وضعیت که از اشخاصی که وضعیت خطرناک دارن در صحرای محشر، اونهایی که زکات ندادن و از زکات اباه ورزیدن. و زکات اینقدر مسئله مهمیه که میبینیم سیدنا ابوبکر صدیق با مانعین، اونهایی که زکات نمیدن،
جنگ میکنه، قتال میکنه، میجنگه، مرتدین شدن. جزء مرتدین منن، چون منکر زکات شده بودن و مانع زکات شده بودن. پس میشه برداشت کرد که جناب مولانا اینها کسانی هستند، کسانی که زکات نمیدن، که روز قیامت الله تعالی به نگاه رحمت به اینها نگاه نمیکنه اصلا. چون زکات یکی از فرمانهای مهم الهی هست. میبینیم در قرآن عظیم و شان دوش صلات ذکر کرده که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، و مسئله زکات مسئله که طوری که اگر مال انسان را پاک میکنه، دل انسان را، فکر انسان را از خیلی چیزها زکات پاک میکنه، از بخل، از حسادت، از کینه ورزی، از اینها. چون تأثیر مثبت زکات دادن بر روح و روان انسان داره، و روح و روان انسان وقتی که ساخته شد، انسان عروج پیدا میکنه به طرف پروردگار عالم. چون این شخص که مانع زکات میشه، یقینا شرایط بدبختی و شرایط ذلت و خاری خود ازی برای خود فراهم میکنه. غیر از اینها چه گروه دیگه رو الله تعالی به نظر رحمت نگاه نخواهد کرد روز قیامت، غیر از منکرین زکات و کسانی که زکات پرداخت نمیکنند؟ وضعیت اشخاصی که الله سبحانه و تعالی با اونها به نگاه رحمت نمیبینه و با اونها حرف نمیزنه و برای از اونها عذاب علیم گفته شده، از اون جمله اشخاصی که کتمان حق میکنن. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم، که الله سبحانه وتعالی در سوره بقره آیه 173 این گرور بیان میکنه. اونهایی که کتمان حق میکنن. کتمان حق یعنی اون چیزی که نازل شده بر اونها، یعنی دنیای فانی میآیند در مقابل دنیای باقی و جاویدان سودا میکنن. آیات قرآن رو مثلا ببینیم شما که الله سبحانه و تعالی سختترین تشبیه علمای یهود رو میده. در قرآن اونا رو تشبیه به حمار میزنه، تشبیه به کلب میزنه. مشکلی که یهود پیدا کرد از این بود که آیات خدا و چیزی که نازل شده بود کتمان کردن. چیزی که در نفع اینا بود خب زود بیان میکردن، چیزی که در ضرر بود میپوشاندن. احکام رو با اغنیا، احکامی که حدود بود، قصاص بود، بحثی بود که بالاخره اینها رو با اغنیا اجرا نمیکردن. میگفتن نه خداوند چنین نگفته چنان. وقتی که اگر با فقیر نوبت میرسید با زود احکام اجرا میشد. فقیر بود میگفتن دنبال کار خوب برای بالاخره چیزی نداره. هر کس آیه حکمی عام دیگه، از چی یهود باشه، چی مسیحی باشه، چی مسلمان باشه، هر کس که باشه، خلاصه اگر احکام خدا کتمان کنه و بپوشانه، او در صحرای محشر الله سبحانه و تعالی به او نگاه رحمت نداره، یعنی غضب داره، به او حرف نمیزنه. یعنی اگر حرفم بزنه با غضب صحبت میکنه الله سبحانه و تعالی، و برای از او عذاب علیم و مؤلم آماده شده. در حدیث ابو هریره رضی الله عنه میفرمایند که ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم شيخ زان وملك كذاب وعائل متكبر او كما قال، که روایات مختلفی آمده. ابو هریره میفرمایند که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی واسه کس نگاه رحمت نمیکنه، با اونها حرف نمیزنه، اونها پاک نمیکنه. اونها کی هستن؟ پیر مردی که زنا کنه، یعنی کسی که در سن کهولت و پیری رسیده باشه دیگه، سرسفید به اصطلاح رو سفید میآید، در اخیر عمر رو سیاه میکنه و عمل زشت شنی زنا را انجام میده. کسی که در ایران به این شکل نیه که یعنی به جوان این عمل گناه نداشته باشه. پیر و جوان زنا گناه کبیره یه. پیر باز اما به گناهش بیشتره. به پیر عذابی سخت داره. به خاطر چی؟
چون دیگه از او دیگه رغبتی نمونده در وجود رغبتی نمونده، از او دیگه بالاخره وضعیتیه که او 100% 1000% باید که متوجه آخرت باشه دیگه. لااقل به جوان یک امیدواری هست که روزی پیر خواهد شدم، توبه خواهد کرد، توبه خواهد کردم. همین حرف بر ذهن جوان هست که روزی پیر خواهد شدم، ولی به پیر چی است؟ روزی جوان خواهد شدم؟ چنین نیست. در پیر که به عمل زشت زنا نعوذ بالله گرفتار بشه، الله سبحانه و تعالی به او نگاه رحمت نمیکنه. دوم، پادشاهی که دروغ بگه به رعیت، چون پادشاه ضرورت به دروغ نداره، همه ارتش پیش از اونه، سرمایه پیش از اونه، ملت زیر دست از اونه. این دیگه اگر دروغ بگه الله سبحانه و تعالی با این نگاه رحمت نمیکنه. سوم، عائل متکبر و فی روایت فقیر متکبر، انسان فقیری که او کبر بکنه. حالا یک نفر کبر برای همه کس بده، زشته، اما یک نفر سرمایه داره، یک نفر بالاخره علم داره، بالاخره یک چیزی هست در دنیا، یک انگیزه برای غرور خلاصه برای از ایجاد شده. غرور اگر داره او هم زشته، اما گناه تکبر برای فقیر زشتره و عظیمتره که او به چیف تکبر بکنه. دلیلی بر تکبر وجود نداره، بر تکبر نیه. در روایت دیگر آمده که وعاق للوالدین، کسانی که عاق والدین قرار گرفتن، یعنی پدر و مادر از اونها ناراضن، الله سبحانه و تعالی به اونها در محشر نگاه رحمت نداره و حرف نمیزنه. و همچنین آمده که والمرأة المتشبه بالرجال، زنی که خود تشبیه کنه قیافتن و از لحاظ سر و صورت و بالاخره از لحاظ لباس و اینها تشبیه به مردان داشته باشه. حتی بعضی روایت آمده مردی هم که خود تشبیه به زن بکنه الله سبحانه و تعالی به نگاه رحمت نمیبینه و با او تکلم نمیکنه. در روایت دیگر آمده و دیوس، دیوس کسیه که انسان بی تفاوت در مقابل ناموس، ناموسش با بیگانه ها با اینها میخنده و بالاخره صحبت میکنه، هر طرف میره مینشینه. این انسان اصلا هیچ بی تفاوت، بی خیال نگاه میکنه، میخنده همراه دیگرها. این الله سبحانه و تعالی، چون الله سبحانه و تعالی از همه با غیرت داره و انسان با غیرت هم دوست داره و این انسان که به این سرحد بی غیرتی رسیده که ناموس ازی با دیگرها حرف میزنه، با دیگرها مینشینه، با دیگرها سخن میگه و بالاخره این بی تفاوته، این دیوس میگن و الله سبحانه و تعالی با دیوس به نگاه رحمت نگاه نمیکنه و این غضب داره. و من اتی امرأة فی دبرها، در حدیث آمده که کسی که همسر خود را از راه دبر نزدیک بشه الله سبحانه و تعالی نگاه رحمت نمیکنه، چون او محل حرص نیه، محل نجاسته، او محلیه که الله سبحانه و تعالی او برای بقای نسل نیاورده. الله سبحانه و تعالی گفته فأتوا حرثکم ان شئتم، اما در این قسمت این گناه کبیره و در کناری که گناه کبیره هست به نگاه رحمت هم در صحرای محشر به این دیده نمیشه. در روایت دیگر آمده و من جر ثوبه خیلا، کسی که خلاصه از روی تکبر ازار خود را، پیراهن خود را بلند بکنه و بالاخره خلاصه لباس تکبرانه بپوشه، الله سبحانه و تعالی با او به نگاه رحمت نمیبینه. اگر وقت داشته باشیم اشخاص دیگری هم هستن، اگر وقت کم است که بگذاریم به برنامه بعد ممکن بکنیم که وقت ما پایان رسید انشاءالله و امیدواریم که الله تعالی ما را از این گروه ها نجات بده. تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.